سلام، سهیل رستمیان هستم. توی ویدیو قبلی اشکان عزیز در رابطه با پای دوچرخه بهتون توضیحات دادم. امروز اومدم به درخواست شما عزیزان در رابطه با دست دوچرخه هم بهتون یه سری توضیحات بدم. با من همراه باشید. خب اولین حرکتی که در رابطه با دست دوچرخه میخوام بهتون بگم، حالتی که متداول ترین نوع اون هست و بازیکن‌های واترپولو از اون استفاده میکنن و کسایی که میخوان حرفه‌ای پای دوچرخه رو بزنن از این حالت استفاده میکنن. به این صورت که دو تا دست شما به همدیگه نزدیک میشن و خارج میشن. یک بار من انجام میدم، شما نگاه کنید. به این صورت به همدیگه وارد میشن و خارج میشن. برای اینکه بتونید راحت‌تر این کارو انجام بدید، میتونید از یه وسیله کمکی استفاده کنید، مثل نودل، مثل تخته. یک دستتون رو ثابت نگه دارید و با اون یکی دستتون این حرکت رو انجام بدید. حرکت دوم که افراد مبتدی‌تر انجام میدن و برای پیشروی هم استفاده میشه، یک دست شبیه به دست قورباغه هستش که به این صورت شما دستتون رو میزنید و همزمان به سمت جلو هم میتونید برید.